با سلام خدمت شما دوستای عزیز آموزش تک، مصطفی زاده هستم. در خدمت هستم با آموزش تبدیل لینوکس اوبونتو به مکینتاش اپل. خب خیلی همون دوست داریم بعضی وقتا محیط مکینتاش اپل رو هم تجربه کنیم و یک تنوعی هم ایجاد کرده باشیم، ولی حالا به دلایل خیلی زیادی امکان استفاده از خود مکینتاش اپل رو نداریم. ولی جای هیچ نگرانی نیست، ما الان طوری اوبونتو رو شبیه مکینتاش میکنیم که اصلا انگار که خود مکینتاش اپله. خب اول میخوام یک سایت به شما معرفی کنم که تمام مخازن و کتابخونه های خودمون رو از این سایت دریافت میکنیم و این سایت فعالیت خیلی خوبی هم در زمینه لینوکس داره. این سایت noobslab.com هستش. خب میبینید که فعالیت خیلی خوبی داره در زمینه لینوکس و از این قسمت ببینید ما میتونیم راحت، اسمش هم گذاشته مکبونتو، یعنی دیگه واقعا تبدیل به مک میشه دیگه اوبونتو ما. خب من دقیقا نسخه 16.4 رو میزنم و من اوبونتو خودم رو داخل VMware ورکستیشن یعنی ماشین مجازی نصبش کردم. خب میرم که لینوکسم رو استارت کنم که شروع به کار کنم. خب این هم از محیط اوبونتو ما. خب من اول سایت در همین قسمت سایت نوبسلب رو باز میکنم. دقت کنید حتما باید به اینترنت متصل باشید وگرنه اصلا نمیتونید که مخازنتون رو دریافتش کنید. من اینجا سایت نوبسلب رو می نویسم. اینجا میبینید که نوشته مکبونتو 16 و 10. خب من این رو میزنم Transformation Pack for Ubuntu. خب ببینید حالا چند تا نسخه رو گذاشته که ما این کار رو انجام بدیم. این صفحه‌ای که ما میبینیم برای نسخه 16 و 10 هستش، ولی ما میتونیم 16 و 4 رو اینجا انتخاب کنیم یا لینوکس مینت 18 رو انتخاب کنیم و حالا نسخه هایی که اینجا گذاشته شده. خب مال من 16 و 4 هستش. اگر مال شما هم 16 و 4 هستش حتما از این استفاده کنید، ولی برای نسخه های دیگه هم میتونید دقیقا همین کارها رو انجام بدید. میبینید که در آخر کار ما به این صورت خواهد شد و اوبونتوی ما مثلا دقیقا به این شکل در خواهد اومد. حالا چند تا تصویر گذاشته، هر کدوم فرق دارن به این صورت. خب اولین کاری که اینجا به ما گفته اگه میخواید والپیپر یا همون تصاویر پس زمینه مکینتاش رو دانلود کنید میتونید از اینجا دانلود کنید. خب من قبلا دانلود کردم، شما هم میتونید دانلود کنید. حالا میتونید از گوگل هم سرچ کنید، والپیپرهای مکینتاش خیلی زیاد هستش. خب دومین کاری که اینجا هستش باید تم و آیکون و حالا فلش های مکان نما یا کرسرها رو دانلود کنید. برای دانلودشون باید این دستورات رو در ترمینال لینوکس وارد کنید. برای باز کردن ترمینال کافیه که کنترل آلت تی رو بزنید، یا میتونستید از این قسمت بیاید سرچ کنید و ترمینال رو پیدا کنید. ترمینال کافیه بنویسید و پیداش کنید. خب حالا من کنترل آلت تی رو زدم و اومد. خب اولین دستوری که هستش رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. خب رمزم رو میخواد، رمزی که برای لاگین لینوکس دادم رو بهش میدم. اینتر رو میزنم. خب الان میام مخازنم رو آپدیتش میکنم. برای پیست کردن تو این محیط کنترل شیفت وی رو بزنید پیست میشه. حالا میتونید عوضش هم بکنید. میتونید از قسمت حالا ترمینال و پریفرنس حالا تغییرش بدید که با چه کنترلی میتونید هم کنترل وی رو بذارید. خب آپدیتش میکنم.
الان میام سومین دستور که برای آیکون هستش رو کپیش میکنم. خب الان دستور بعدی رو کپی میکنم. خب میگه do you want to continue؟ میگم بله yes. خب اینم تموم شد. برای آن اینستال کردن تم و آیکون ها میتونید از این دوتا دستوری که اینجا هستش استفاده کنید. کار بعدی که باید انجام بدیم، البته من که میگم باید انجام بدیم اینطور نیست که حتما مثلا شما میتونید اصلا این سیلینگ کد رو نصب نکنید، ولی برای اینکه خیلی شبیه مکینتاش بشه مثلا میتونیم نصبش کنیم. این سیلینگ کد همونجور که اینجا میبینید شبیه لانچ پد مکینتاش هستش. اگه مشاهده کرده باشید دقیقا شبیه لانچ پد مکینتاش هستش. خب من دوباره اینا رو از این قسمت شروع میکنم، کپی میکنم و به این صورت خب بازم مخازنمو آپدیت میکنم. خب الان میام که سلینگز کد رو نصب کنم. خب من این قسمت رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. خب ببینید قدم بعدی نصب آلبرت هستش. پیشنهاد میکنم اینو حتما نصبش کنید، خیلی جالب هستش، دقیقاً شبیه مک اسپاتلایت، خیلی هم به در بخوره. پیشنهاد میکنم حتما نصبش کنید. ببینید من دیگه نمیام دوباره اینا رو کپی کنم و بزنم توی ترمینال، همین آلبرت رو از اینجا کپی میکنم و اینجا یک فاصله میدم و اینجا پیستش میکنم. بعدش پلانک داک هستش، همون قسمت داک پایینی اپل مکینتوش هستش، اینم نصبش میکنیم. میام از این قسمت فقط پلانک رو کپی میکنم و اینجا یه فاصله و پلانک رو میزنم. خب اینو اینتر میکنم که نصبشون کنیم. اینم از این خب این پایین هم اگه دقت کنید این استاتم فور پلانک داک اینتر فالوینگ کامند تو این ترمینال. خب اینجا هم ما یک تم رو برای پلانک دانلود میکنیم، یعنی مخصوص این پلانک داک هستش. خب من این رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. خب قدم بعدی نوشته که replace Ubuntu desktop text with Mac on the panel. خب این میاد همین اگه خب حالا این قسمت می نویسه Ubuntu desktop، اون رو با Mac OS جایگزین میکنیم. خب میام من این دوتا کد رو اینجا کپی میکنم. یعنی میاد چیکار میکنه، میاد اگه من اینا رو ببینید این اوبونتو دسکتاپ رو به مک تبدیل میکنه. خب
برای برگردوندن به حالت اول هم میتونید از این دوتا دستور استفاده کنید. حالا لوگوش رو میخوایم نصب کنیم، اپل لوگو این لانچر. خب بازم هر دوتا این دستورات رو وارد میکنیم. دوباره برای برگردوندن از این دستورات بازم استفاده میکنیم. خب و اما تویک تول. ببینید ما الان خب تم ها رو دانلود کردیم، تم رو دانلود کردیم، ولی به یک ابزاری نیاز داریم که بتونیم اینا رو اعمال کنیم برای لینوکس خودمون. این ابزار تویک تول هستش. خب اینجا اگه توجه کنید دو نسخه از تویک رو گذاشته، یکیش برای میزکار یونیتی، یکیش هم برای میزکار گنوم. خب اگه میزکار شما هم مثل میزکار من هستش، از همین دستور اولی استفاده کنید و اگر میزکارتون گنوم هستش از دستور پایینی استفاده کنید. خب من این دستور بالایی رو وارد میکنم، برای میزکار یونیتی هستش دیگه. خب کار بعدی که اینجا نوشته که انجام بدیم، خب قدم بعدی که اینجا برای ما نوشته اینستال مونوکروم آیکون فور لایبر آفیس. خب شما این برای نرم افزار لایبر آفیس هستش که من اصلا ازش استفاده نمی کنم، ولی اگه شما خواستید میتونید استفاده کنید، چون من دیگه نمیخوام واقعا حجم آموزشمون خیلی بالا بره، چون بازم نیاز به وقت داریم که اینا رو کپی کنیم. اگه شما خواستید این نرم افزار رو هم تبدیل به مکش کنید، یعنی شبیه به مکینتاش کنید، میتونید این دستورات رو وارد کنید. خب مک فونت، میتونید فونت های مک رو هم دانلود کنید. خب من دانلودش میکنم، اشکال نداره. خب ببینید در قدم 11 نوشته که Apply Mac Ubuntu Boot Screen. اگه میخواید که بوت اسکرینتون شبیه این قسمت بشه، شبیه مک بشه، از این دستورات استفاده خواهید کرد. اما توجه کنید که در این قسمت هم برای شما یک وارنینگ گذاشته، یک هشداری به شما داده که اگر شما این قسمت رو نصبش کنید احتمال داره، یعنی دارید ریسک میکنید با این کاری و احتمال داره که سیستم عاملتون رو از دست بدید. منم بهتون پیشنهاد میکنم اگر سیستم عاملتون رو دارید به صورت سیستم عامل اصلی خودتون نصب میکنید از این گزینه صرف نظر کنید، ولی حالا اگه مثل من مجازی دارید نصب میکنید اشکال نداره، امتحان کنید. خب منم چون مجازی نصب کردم میام امتحان میکنم، مشکلی نداره. قدم آخری که اینجا گذاشته، ببینید این دوتا رو نوشته آپشنال، یعنی اختیاری هستن اینا. اینستال مک ویندو تم فور لایت دی ام وب کیت ریتر، یعنی که یوزر لاگینتون رو شبیه مک بکنید. ببینید برای اینم یه وارنینگ گذاشته. من دیگه اینو نصبش نمی کنم چون دیگه میترسم که همین حالا لینوکسی که اینجا نصب کردم هم از دستش بدم. خب من برای اعمال تغییرات فعلی ریبوت رو میزنم که این حالا تغییرات فعلا اعمال بشه. خب ریبوت رو میزنیم. خب رمزم رو وارد کنم. خب همین الان میبینید که از شانس ما رفت. میخواستم بگم این فلش تغییر کرده،
تا من گفتم سفید شد. خب میبینید که این لوگو اینجا به اپل تبدیل شده. اینجا اوبونتو دسکتاپ ما بود که شده مک او اس و اما برای اعمال تغییرات بعدی باید ابزار تویک تول رو بیاریم. خب میام از این قسمت سرچش میکنم تویک. خب میبینید که اینجا نصب شده و هستش. خب من کلیک میکنم و بازش میکنم. خب میبینید که الان میتونیم تم ها رو تغییر بدیم، آیکون رو از این قبیل، فونت و اینا. روی تم کلیک میکنم، میبینید که تم های ما نصب شده. میبینید که اینجا هم آیکون ها تغییر کردن، به شکل خیلی زیبایی در اومده. الان نیاز داریم که والپیپر های خودمون یک کاغذ دیواری یا پس زمینه اینجا بذاریم. خب من میرم پس زمینه های خودم رو میارم به این قسمت و اینو یکم کوچیک کنم. خب میبینید که توی دسکتاپ خودم گذاشتم، اینو میکشم و میندازمش اینجا. ببینید برای اینکه اگه توی VMware کار کردید و خواستید اینجوری مثلا کپی کنید، حتما تو قسمت VMware اینستال VMware Tools رو بزنید تا بتونید از این کارو بکنید و کپی کنید داخل VMware. میبینید که والپیپر های ما اینجا هستش. من خب یکیشو انتخاب میکنم، فرضاً حالا میتونید انتخاب کنید، ست کنید، کلیک راست کنید و ست از والپیپر رو بزنید. خب میبینید که خب ما از این والپیپر استفاده کردیم. الان نیاز داریم که پلنکمون رو این قسمت بیاریم. خب من میرم به قسمت همین استارتمون و پلنک رو سرچ میکنم، پلنک. خب میبینید که پلنکمون اینجا قرار داده شده، کلیک میکنم و میارمش. خب اینم از پلنک. خب شاید دوست داشته باشید که این قسمت رو مخفی کنید. کافیه بیاید change desktop background رو بزنید و از قسمت behavior بیاید این رو auto hide the launcher این رو آن کنید. خب و با بردن ماوستون اینجا ظاهر میشه، ولی نمیدونم الان که توی VMware داریم کار میکنیم چرا ظاهر نمیشه. حالا من سنسیتیویشو بالا ببرم ببینم. ببینید توی VMware کار نمیکنه، ولی اگه سیستم عامل رو به صورت حالا سیستم عامل اصلی نصب کنید مطمئن باشید که این کار خواهد کرد. خب و اما بریم به تنظیمات پلنک. برای رفتن به تنظیمات پلنک بیاید روش کنترل رو نگه دارید و کلیک راست کنید. خب اینجا پریفرنس رو بزنید. خب در قسمت الاینمنت شما میتونید ترازبندیشو تغییر بدید، مثلا بیارید آخر قرار بدید یا اول صفحه قرار بدید، یا اینکه کاملا این قسمت پایین رو پر کنه، یا اینکه میتونید در این قسمت هم رنجش رو تغییر بدید به این صورت. در قسمت آیکون سایز شما میتونید سایز آیکوناتون رو بزرگ و کوچیک کنید و در قسمت آیکون زوم میتونید قابلیت زوم رو فعال کنید برای آیکون ها. خب در قسمت بیهیویر شما در این قسمت میتونید حالا به قولی رفتار پلنک رو تغییر بدید. خب مثلا من یکی دو تاشو اینجا بگم. آتو هاید یعنی به صورت اتوماتیک هاید بشه، وقتی ماوس رو بردید فعال بشه. ولی بازم میبینید که توی VMware این قسمت حالا آتو هاید ها اصلا کار نمیکنن. ولی اگه شما بازم میگم اگه سیستم عامل رو به صورت اصلی نصب کنید اینا مطمئنا میان، ولی حالا این انگار که مشکل VMware هستش که این قسمت ها رو اجرا نمیکنه.
یا اینکه داج ماکسیمایز ویندو، یعنی فقط زمانی پلنک مخفی میشه که ویندوز ما به صورت چی باشه؟ ماکسیمایز شده باشه. یعنی ببینید الان اگه من به صورت مینیمایز شده بیارم اینجا، پلنک من هنوزم هستش، ولی اگه ماکسیمایز کنم مخفی خواهد شد. و حالا به این صورت میتونید امتحان کنید شما خودتون اینا رو. هاید دیلی یعنی تأخیر مخفی شدن. اگه من اینو زیادش کنم و اینم روی همین قرار بدم، ببینید اگه من اینو بیارم اینجا میبینید که یکم با تأخیر داره هاید میشه. خب میتونید برای آن هایدش هم تأخیر بذارید، یعنی وقتی که داره ظاهر میشه بازم مثلا تأخیر بذارید و امتحان کنید. آیتم منیجمنت شو آن پین، اگه این فعال باشه اون پنجره ها یا حالا نرم افزارهایی که به صورت آن پین هستن و به پلنک ما پین نشدن رو نمایش خواهد داد. خب ببینید الان این حالا پنجره یا پوشه که ما اجرا کردیم فعال هستش، آن پین هستش. اگه من اینو غیر فعالش کنم ببینید خواهد رفت. لاک آیکونز، آیکون های شما رو لاک میکنه. ببینید من الان میتونم بکشم این ور اون ور، ولی اگه این رو بزنم دیگه این قابلیت رو نداره. و اما گزینه Restrict to Workspace، این گزینه هم حالا این پوشه ها یا نرم افزارهایی که اینجا باز هستن رو محدود میکنه به ورکسپیس های شما. یعنی اگه من اینجا الان بیام ورکسپیس رو به شما نشون بدم، از قسمت Behavior شما میتونید حالا اینو من از هاید در بیارم، Enable Workspace رو بزنید تا اینجا ظاهر بشه. میبینید که ظاهر شد. الان ببینید خب من آنش کردم، خب اینو من آنش میکنم، Restrict to Workspace رو آن میکنم. الان ببینید خب این پوشه اینجا باز هستش. خب من میام در قسمت Workspace، میام این Workspace رو انتخاب میکنم. میبینید که اون پوشه الان دیگه اینجا فعال نیست، یعنی محدود شد به ورکسپیس اولین اینجا. اینم برای این گزینه هستش، میتونید حالا استفاده کنید. خب در قسمت داکلت هم میتونید این چارتا رو به داکتون پین کنید. خب برای پین کردنشون یا میتونید دوبار روش کلیک کنید، ببینید الان دوبار کلیک میکنم اومد اینجا، یا میتونید به این صورت بکشید و بندازید. خب برای اینکه حالا یک گزینه رو از اینجا آن پین کنید و حذفش کنید، راحت میتونید از اینجا برش دارید و بندازید به این صورت. خب اینم از تنظیمات پلنک. اگه بخواید یکی حالا از نرم افزارهایی که جدیدن نصبش کردید یا حالا هنوز پین نشده به داکتون رو پینش کنید، راحت میتونیم فرضاً مثلا من این حالا سیستم ستینگ رو میزنم، بازش میکنم. خب الان من میتونم اینجا کلیک راست کنم و کیپ این داک رو انتخاب کنم. و اما روش دیگه ای که هستش، اینجا شما تو قسمت داشبورد بیایید حالا مثلا یک نرم افزاری رو، حالا ترمینال رو مثلا من میخوام بندازم توی پلنکم، یعنی پینش کنم به پلنکم. خب راحت میتونم از اینجا بکشم و بندازمش اینجا به این صورت. فقط دقت داشته باشید که این قسمت داشبوردتون نباید به صورت ماکسیمایز باشه، یعنی اگه اینجوری باشه دیگه شما نمیتونید بندازید. خب دیگه چی دانلود کرده بودیم؟ نرم افزار سلینگ سکول، درسته؟ خب اینجا اینم از سلینگ سکول. اگه بخوام سلینگ سکول رو به پلنکمون داک کنیم خیلی راحت، بازم میام از این قسمت، خب میکشمش اینجا خیلی راحت به این صورت.
خب و اما ابزار آلبرت، یکی از جالبترین ابزارهایی که اینجا ما داریم. من خیلی از آلبرت خوشم میاد. میرم توی داشبورد سرچش کنم. خب میبینید که همینجاست. من میزنم که فعال بشه. خب اولین کاری که برای آلبرت باید انجام بدید، در این قسمت باید روش کلیک راست کنید، برید به قسمت سیتینگش و در قسمت هاتکی یک کلید ترکیبی براش بسازید. خب ببینید وقتی من اینجا کلیک میکنم یک علامت سوال هستش که میپرسه چه کلید ترکیبی براش میخواید بذارید. میتونید هر کلید دلخواهی رو برای خودتون بذارید، ولی من میام مثلا کنترل حالا فرضاً کیو رو میزنم. الان اگه هر دفعه بیام کنترل کی رو بزنم، آلبرت برای من اجرا میشه. آلبرت میاد برای شما هر چیزی که شما تایپ کنید رو سرچ میکنه. فرضاً من میخوام فایرفاکس رو باز کنم. ببینید دیگه خیلی سریع میتونم به فایرفاکس دسترسی داشته باشم، یا مثلا ترمینال، خیلی راحت میتونم به ترمینال دسترسی. پس آلبرت خیلی ابزار جالبی هستش، حتما ازش استفاده کنید. و اما این آلبرت و پلنک ما ابزارهایی هستن که باید همیشه روی سیستم فعال باشن، ولی ما اگه سیستم رو ریست کنیم یا ریستارتش کنیم میبینیم که هم آلبرت غیر فعال شده هم پلنک. پس برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید بیایم این دوتا رو بندازیم توی استارتاپ سیستم خودمون. پس من به داشبوردم میرم و استارت آپ رو سرچ میکنم. ببینید استارتاپ اپلیکیشن، از این قسمه میام اد میکنم، اسمش پلنک. در قسمت کامنت هم باید دستور اجرایش رو وارد کنید. حالا اکثرا به دستورشون همون اسم ابزار هستش. من اینجا هم پلنک رو وارد میکنم و ادش میکنم و الان آلبرت رو هم وارد میکنم. آلبرت خب اد میکنم. الان از این به بعد هر وقت سیستم رو ریست کنم دوباره اینا به صورت پیش‌فرض فعال خواهند شد. خب برای امتحان من یک بار سیستم رو ریستارت میکنم تا شما هم ببینید. برای ریستارت کردن میتونید یا از این قسمت بیاید شات داون رو بزنید، یا اینکه بیاید توی ترمینالتون و ریبوت رو بنویسید. من همینجا ریبوت رو زدم. خب رمزم رو وارد کنم. خب میبینید که به صورت پیش‌فرض هم پلنک فعال شده، همینجا ما آلبرت رو داریم به این صورت. خب من آوردن آیکون یا حالا یک ابزاری رو به پلنک گفتم، پین کردنش رو گفتم، ولی از این قسمت شما میتونید راحت اگه بخواید یک حالا ابزاری رو بیارید رو دسکتاپتون میتونید راحت از این قسمت بکشید و بندازید توی دسکتاپ خودتون به این صورت. و اما در قسمت تویک ما اینجا یک قسمتی داریم به نام جنرال و ویندو انیمیشنز. ببینید وقتی من دارم ویندو رو مینیمایز میکنم به یه حالت زوم مانندی داره میره دیگه، درسته؟ و وقتی با دوباره مکسیمایزش میکنم به حالت یک حالت دیگه ای داره برمیگرده. خب شما این حالت ها رو از این قسمت میتونید تغییر بدید. مثلا برای مینیمایز شدن مثلا من بیام حالا این رو انتخاب کنم و برای آن مینیمایز بیام مثلا این رو انتخاب کنم. حالا دوباره ببینیم به این صورت و حالا به این صورت. خب اینم یک گزینه‌ای بود که میتونید ازش استفاده کنید. خب تقریبا اوبونتو ما تبدیل به مک شد و فکر میکنم که دیگه چیزی نمونده که توضیحش بدیم و یه این آموزش ما هم به پایان میرسه. خیلی از شما ممنونم که با من همراه بودید. خدا نگهدار.